در شهر سمار روسیه مسابقات اوپن اف سی آغاز یافت. این مسابقات جنگ های بدون قاعده MMA به جای گریلا فایتینگ چمپیونشیپ برگزار می شود. در مسابقات سمار دو ورزشکار تاجیک رقیبان خود از ازبکستان و قرقیزستان را به نکاوت فرستاده پیش از مدت غلبه به دست آوردند. به خصوص پیروزی فیروز هودیبایف، یکی از شاگردان قهرمان اوکراین اوید به گریپلینگ، رجب علی بیانوف هم را تسخیر کرد. هنگام رقابت با ورزشگر از قرقیزستان سلطانبک پرپیبویف، پهلوان تاجیک توانست رقیبش را الکی در ثانیه پنجم به نکاوت فرستاد. سلطانبک از ناحیه سرش ضربه سخت خورد و روی فرش میدان افتاد. داور بلافاصله ادامه رقابت را قطع کرد و پیروزی را به فیروز هودیبایف داد. رقابت چنان زود تمام شد که مجریان حتی از تماشابینان عذر خواستند که فرصت نرسید تا درباره اقلاً کی بودن این دو رقیب چیزی بگویند. در یک رقابت دیگر در وزن سبک، فضلالدین عابدوف از تاجیکستان رقیبش از ازبکستان اسلام جان شریفوف را نیز با یک ضربه خیلی سخت به نکاوت فرستاد. فضلالدین در دور دوم رقابت اسلام جان را چنان سخت زد که او نیز بر روی فرش میدان خوابید. داور این رقابت را نیز بلافاصله منع کرد و ورزشگر تاجیک را غالب اعلام کرد.